پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای ایران. سلام الله عزیز، حالا چطوره؟ دکتر قرمزی اتاق عمل دکتر میشه و آمپول میزنه. محمود آقا این کارا چیه میکنی؟ خودت حالا نکن. خانم که دختر 14 ساله نیست، ماشاءالله 60 سالشونه. 14 تا چه 60 تا چه فرقی میکنه؟ عروس نیوردین، کارشناس مواد مخدر رو مردیم از بره. گفت تویی که همه دارن دست بردم میبینی؟ پسر خوبی باشه، از این کارا نکن. از این کارا بدت میاد؟ مرد باید سنگین باشه. یادش بره که بعد با من داره وای وای وای. یعنی داداش ناخونک که میزنن 100 تا میزنن که ناخونش. میگه با بیلا لیلی اخراجی ها این بعثی ها میخوان با ترانه های مبتذل ما رو شکنجه روحی بدن. تو روز روشن عمم دزدیدن، عمه تا نمیدوزم. مگه من مثل تو کفتارم؟ حیوانات این کفتار خودت. یکی لو اون یکی وجود نداره، زنی که تو یکی فقط تو، عاشقیان فقط تو. همیشه میخواد روتون زوم کنه، بوم بوم کنه، قلبتون خطرناکه. غلط کرده، بیخود کرده، میخواد زوم کنه من رو بوم بوم بکنم. ختم سرون داریم ما، شادی کنون داریم ما. من دوست دارم برای دل مردم رو میخونم که دیگه آمار فروش همه این فیلم ها بر اساس فروش سینمایی در سال اول و تورم سال 1403 هست.